روزتون بخیر و شادی باشد. فیروز هستم در اختیار شما و امروز میخواهم برای شما یک چند تا لطیفه نقل کنم برای بالیدروهی شما، تا اینکه کمی خرسند شوید، کمی در زندگی لبخند زنید. چون که به نهایت من میفهمم موضوعی که مثال موتیواسیونی است، موضوعی که برای شما لازم است، این در کاری است، اما خنده، تبسم، یک روحی بالیده در جای اول می ایستد. برای چی؟ برای اون که اگر روی شما بالیده نباشد شما در یگان کارتون پیشروی کردن نمیتوانید. بیایید شروع میکنیم. یکم لطیفه‌ای که میخوام برای شما گپ بزنم این به نهایت یک لطیفه خنده‌آور است. راستی من این لطیفه ها را خودم نآموختم. یک تا برادر دارم، مراد علی نام دارد، از هوای آموختم این لطیفه ها را. به نهایت لطیفه های خوب گپ میزند و عین حال برای شما کمی هم باشد از اون چیزی که من خودم فهمیدم برای شما گپ میزنم. لطیفه اول این خیلی است. افندی بلیت میگیرد برای رفتن به روسیه و همان روزی که وای باید که به روسیه رود، وای انا همان روز از انا همان بلیتش دیر میکند، یعنی انا همان پلیوتی که باید شود هوای دیر میکند و در وقتی معین نمیرسد و از خانه وقتی که میفهمد که وای دیر کرده ایستاده است، تیز لباسش جمع میکند، لباسش میپوشد، سومکara میگیرد، دویده کرده به ایرپورت میبیاید. بعد در ایرپورت میرسد که بعد همون کارگرای همون ایرپورت میگویند که اکای افندی دیر کردی، الکای انا همون سمایلوتی شما یک ساعت پیش پریده رفت. بعد افندی میگوید که هر چی که دویدم، اگر نمیدویدم یک ساعت نه 2 ساعت قفا میموندم. انا همین خیل یک شخصیت عجیب است افندی راستیگه. و دوم لطیفه‌ای که میخوام برای شما گپ بزنم، پیش از دوم لطیفه رو گپ زدم میخوام برای شما بگم که هیچ وقت رنگ افندی نشوید. دیر نکنید در قطاراتون، در سمایلاتتون که یک ساعت پریده رود شما بمانید. دوم لطیفه همین است. یک روز در مسجد جمع میشود، داملا امر معروف میکند و میگوید که مردای عزیز، زناتون را دوستداری کنید، زناتون را مهربانی کنید، زناتون را گویید که من شما رو دوست میدارم، من با تو به نهایت مهر کلان دارم، من تو رو صمیمانه صدقاً دوست میدارم، خوراکای کردگیشون را با لذت بگیرید، را دوست دارید. بعدا یک مرد یعنی همین افندی این سخن رو گوش کرده با ذوق میبیاد، موتیواسیون میگیرد و میرود سر میکند در خانه که میگه امروز ما تعریف کردم زن ما سر میکنم. میرود خانه دا میدروید، خوراک میخورد، میگه که تمام به تعریفش میکنه، خوراک میخورد تمام میکند. واه بچه میگه زنک جان این خیلی خوراکی با مزه کرده، دستار در نکنه، در حیاتم این خیلی یکم باره که خیلی خوراکی با مزه رو خورده سما. بعد زنش یک سرش ویران میشه، بعد سر میکنه میگه که ما این قدر سالی سال برای تو خوراک میکردم، تو میخوردی یک بار ما را رحمت نمیگفتی، این روزا که ایخونه همسایه خوراک آوردیان خوردی دیان همین دک فوری دکدم. انا میخیل خوب باشید، خرسند باشید، خوشنود باشید دوستان عزیز و دائم در لبانتون تبسم هویدا باشد. سلامت باشید و با یوتیوب کانال فیروز اف مونید و باوری دارم که در آینده برای شما موضوعهای جالب انتظار است. در کدام موضوع میخواهید که بسیارتر ما ویدیو کنیم، مرحمت در کامنتاری نویسید، ما پیشنهاد شما قبول میکنیم و باوری دارم که موضوعهای لازمه برای شما ویدیو میکنیم. سلامت باشید، تا بازدید.